دیگر در اینجا سوالی کردن که مسئله تهجد مقصد چند رکعت است، حکمش چیست؟ برادرای عزیز و گرامی، من قبلا در گردی نماز تهجد برای شما معلومات دادم که نماز تهجد چگونه که سر و صداهای بلند شد که گویا که پیامبر نازنینمان فقط و فقط در رمضان همون 8 رکعت تهجد میخوانده است. دیگر مقصد یگان نماز مثال بغیر همون 8 رکعت تهجد نمیخوانده است. حال آنکه مقصد نمازهای رمضان پیامبر عبارت از 2 نماز بود، هم نماز تراویحش بود، هم نماز تهجدش بود که من در برنامه پیشتر کمی بیان کرده بودم. ولی از 2 نماز در یک شب هم که در گوییم که اسنادهای حدیث به حسن و به جید می رود که در یک شب 2 نماز هم بود، یعنی نماز تراویح را می خواندن، با آمده قسم آخری شب در چیکار میکردن؟ نمازهای با تهجد چون هم می خواندن که ایرا حتی در سنن ابو داود هم همون البانی که گوییم حتی بالاتر از همه بزرگا و از همه عالما میدونن، همون حتی اسنادی در یک شب 2 نماز خواندن هم صحیح میگد برادر عزیز. زین لحاظ یعنی حتی دعواها بود که پیامبر در رمضان و غیر رمضان از 20 رکعت گویا زیاد نمیخوانده است، از 11 رکعت زیاد نمیخوانده است. حالا که ما از حدیث ها ثابت کردیم که حدیث 1147 امام بخاری اگر به 11 رکعت رفته باشد از حضرت عایشه مادرمان، با حدیث 1170 خودی با همین امام بخاری اینجا با 13 رکعت رفت از خود عایشه مادرمان. با حدیثی که جناب امام بخاری از عبدالله ابن عباس آورد اینجا با 15 رکعت رفت. بین با حدیثی که گویم اسنادش صحیح میگن جناب امام احمد در مستدرکش میارد که از عایشه مادرمان پرسیدن، حضرت از 7 رکعت آغاز کرد که نماز شب پیامبر 7 بود، 9 بود، مثلا 4 تهجد میخوان، 3 ویتر. ببین 6 تهجد میخوان، 3 ویتر. 8 تهجد میخوان، 3 ویتر. آمده تا 13 رفت. از این لحاظ نمازهای شب پیامبر برادر عزیز، ببین حتی وقتی که عایشه مادرمون میگه 4 رکعت میخوان، از زیباگی نمازش مرا نپرسید. عبدالله ابن عمر که حدیث متفق علیه است، پیامبر گفت صلات اللیل مثنی، نماز شب 2 رکعت. اونجا 4 رکعت بود، اینجا 2 رکعت است. برای همین برادرای عزیز اینها را اصلا متخصصا حل میکنن. متخصصای ما ابو حنیفه و متخصصای ما امام مالک و امام شافعی علاقه حل اینها را کردن. ما دیگر احتیاجی به این گویم آوازه و سر و صدا و فلانی شیخ این تا گفت و فلانی دیگری تا گفت، ما دیگر به اینو احتیاج نداریم. ما درک کردیم، ما فهمیدیم، ما خواندیم الحمدلله که نماز تهجد پیامبر از 2 رکعت سر میشه تا 12 رکعت. هر کسی که اگر خواند میتوند 2 رکعت هم خواند، میتوند 4 رکعت هم خواند، میتوند تا 12 رکعت مقصد نماز تهجد رو خواند. بعد او 3 ویتر واجب هم با 15 رکعت انجامش دهد که عیناً کردار پیامبر است. ببینید از جمع این قدر حدیث خدا رحمت کند عزیزای ما را، بزرگای ما را که چقدر محنت‌ها کردن در بین حدیث بسیار میگذارن. اونها که متخصصن، اونها که عالمن، از بینشون جدا کرده میتونن. برای همین هر چیزی را که مقصد امروز اثبات خود یافته است، حل خود یافته است، برادرای عزیز دیگر سراتون گرنگ نکنید. دیگر الحمدلله مسئله حل خود یافتگی است. تمام همون طرزی را که برای شما رسانیدن با ادرس و با راویهاش، شما دیگر توفیق و پایبند عمل شدنتون در کاره.